ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم سخن باز. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران عزتمند. امروز می خواهم یک حدیث را از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به سمع شما برسانم. پیامبر روزه در مجلس اصحاب کرام رضی الله عنه می فرماید: من از این دنیایی که همگان زندگی میکنید سه چیز را دوست میدارم. اصحاب گفتند: یا رسول الله، اون سه چیزی که شما دوست میدارید به ما بیان کنید. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: یکم چیزی که از این دنیا من دوست میدارم این نماز است. میخواهم که همیشه عبادت الله کنم. بعد فرض خوندن و سنت خوندن میخواهم بسیار به پروردگار خود راز نیاز کنم. امروز یک جای درد عالم هم بگیم هسته، یک وبای هسته که اکثر امت اسلام چی مرد باشه چی زن باشه به نماز هسته. امروز خاندان مسلمان ها اکثریتش به نماز هسته. نگاه که پیامبر میگه یکم چیزی که از این دنیا ما دوست میدارم این نماز هسته. امروز امت او اکثریتش به نماز هسته. وقتی که الله ما را مشکلات بته عذاب کنه بعدا جای نماز می پرتویم رو به الله میکنیم. لکن وقتی که الله ما را از مشکلات که بیرون کی کرد باز الله فراموش میکنیم. بندگی این گونه نمیشه و عزیزان دل باید الله همیشه عبادت کنیم. باید همیشه الله فریاد کنیم. در یک حدیث دیگر هم انس ابن مالک رضی الله عنه میگوید پیامبر هر وقتی که غمناک میشید مصیبت بالاش که می اومد به نماز شروع میکرد، اشک دیده میکرد و دعا میکرد. امروز امتش اونقدر گمراه شده است که نماز نمیخونه. یکم چیزی که پیامبر از این دنیا دوست میداشت این نماز بود. دویم چیزی که رسول الله گفت از این دنیا من دوست میدارم این خوشبویی است. میخواهم همیشه خوشبو کنم خدمت. به همین خاطر جوان مسلمان باید همیشه خوشبو کنه، همیشه بدنش تازه و آزاده نگه بداره. امروز ما و شما در کوچه و بازار وقتی گذر کنیم خود ما را خوشبو میکنیم، لکن در خانه در پیش پدر و مادر در پیش زن و فرزند خود خوشبویی را استفاده نمیبریم. مسلمان باید همیشه خوشبو باشه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفت که من در خانه خود ما خوشبو میکنم همچنان که زنم برای ما خوشبو میکنه. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنه که هم در کوچه هم در بازار هم در خانه هم در مسجد همیشه خوشبویی را به خود استفاده کنه، همیشه خوشبو داشته باشه. و سوم چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت از این دنیا من دوست میدارم این زنها هست. زن من دوست میدارم رسول الله گفت. عزیزان دل فراموش نکنه که پیامبر نه به این خاطر زن نگفت که من دوست میدارم شهوت پرست باشه. از روی شهوت پرستی این سخن پیامبر نگفت، بلکه با اون خاطر گفت که من بعد امتانش پیروان قرآن، پیروان کسانی که میگویند ما الحمدلله مسلمان هستیم زنا را احترام کنن و به زنا محبت داشته باشند. این سخن به این خاطر حضرت گفت، نه به خاطر شهوت پرستی، بلکه به خاطر گفت که امتش بدونه که زنم یک انسان است. زن باید حرمتش احترامش بداره. خوش به حال اون جوان مسلمانی که امروز زنش حرمت میکنه احترام میکنه با او محبت داره. امروز اکثریت جوان مسلمان نگاه می‌کنی به زنهای بیرون، به زنهای فاحشه صحبت شیرین معامله خوب داره، لکن به زن خود توجه نمیکنه. به همین خاطر این سه چیزی که پیامبر از این دنیا دوست می‌داشت باید ما و شما هم دوست بداریم. یکم که نماز بود، دوم خوشبویی بود، سوم این زنها بود. از الله متعال خواهان هستم که الله متعال در بین عائله های مسلمان، در بین زن و شوهر اون محبتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به زنهای خود داشت، به مادرامون داشت، اون محبتی را که حضرت علی رضی الله عنه با فاطمه رضی الله عنه داشت و جوانای امروزه ما و شما الله متعال نصیب روزی بگرداند. آمین.